تاجیکستان 300 گکتار زمین در حدود ناحیه مسچاه نو را به ازبکستان بدهد. این زمین دارای کان طلایی است که از آن کارخانه طلابراری اپریلیفکا استفاده می کند. در این باره نشریه فرش خبر داده است. یک منبع در صحبت با نشریه فرش گفته است آن 300 گکتار زمینی که قرار است به ازبکستان دهند دارای کان طلا بوده، طوری 10 روز می شود که تلاش دارند تا به آن سیمخوار بکشند. رئیس کمیته اداری زمین در ولایت سوغد جمشید عمرزاده در صحبت تلفنی به منبع ابراز داشته است این مسئله در حال بررسی قرار داشته تنها حکومت تاجیکستان می تواند مسئله مذکور را شرح دهد. همچنین رهبر سرحدات در ناحیه مسچاه نو کریمزاده در صحبت با فرش گفته است وظیفه ما محافظت سرحد است، این مسئله در صلاحیت ما نیست. گفتنی است این کان در حدود ناحیه مسچاه جماعت نوبهار نزدیکی دهه آب شفا جایگیر است. شرکت تاجیکستانی کانادایی اپریلیفکا سالها باز این کان را استفاده می کنند. البته که بعد پوش خوردن کدام امپیری نباشد در داخل آن دولت هایی که از نو تأسیس می یابند در بینشان مسئله های ناحل مرزی باقی میمانند و این طبیعی است که این مسئله مرزی باید یک نمود حل خود را یابند و در این میان شاید من آنقدر نگران نمی شدم در همین مسئله امروزه بحث گذشت تاجیکستان، گذشت نوبتی تاجیکستان به جمهوری ازبکستان در نسبت این 300 گکتار زمین و کان طلا. ولی چون سابقه همیشه بر ضرر تاجیکستان انجام یافته است این باعث نگرانی نه فقط من گمان میکنم که کلی شهروندان تاجیکستان شده است. مشکل در آن نیست که کان طلا اونجا رفت، کان نقره، کان دیگر شاید دارایی از آن هم قیمت‌تر رفته باشد و حتی مشکل در آن نیست که چقدر زمین رفت. مشکل در آن است که چرا همیشه از 4 طرف با تمام دولت ها همیشه گذشت باید تاجیکستان کند و یک وجب و داخل یگان کشور ما ندر آمده ایم و همیشه به داخل کشور ما می درآیند و این باعث تحقیق ملت می شود و از همه باخت کلانی که ما داده ایم نه طلا است در اینجا، نه سنگای قیمت بهای بدخشان و نه زمین های چراگاه های اسفره، بلکه باخت اساسی که ما داده ایستادیم این غرور ملی است و باخت ملت است که اعتماد به نفس از بین می رود و این ملت خود را همچون یک ملت کوچک در میان همسایه‌های خود می شمارد و اساس این را حکومت رحمانوف در همان روز گذاشت که در بدخشان زمین های تاجیکستان را به جمهوری خطای جمهوری چین تسلیم کرده بود و از همان روز ابتدا گذاشت و چون خشت اول را چنین کج نهاد اکنون ما خدا نکند که پگاه باز از جنوبم جمهوری اسلامی افغانستان هم بیکار اگر شود از پرابلم های داخلی خود به ما میترسم که دعوای مرزی خواهد بود.